Tajik یک موج Khorassani. گدازاده از راه رسیدن، در میهن پر رونق ما خانه گزیدن. با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند. با چوب چماق و قمه و دشنه و چاقو، سرها بشکستند و شکمها بدریدند. گفتند که این منطق اسلام عزیز است، اینان که سیاه کارتر از شمر و یزیدند. بستند ز نفرت در دانشکده ها را، استاد مبارز همه در بند کشیدند. آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ، ارجمه چنان گله بزغاله چریدند. با چرک و شپش لشکر جرار گدایان، از سامره و کوفه و بیرود رسیدند. روزی که جوانان وطن در صف پیکار، لبخند زنان ذائقه مرگ چشیدند. امروز سرافراشته در حین وقاحت، این مردهخوران مدعی خون شهیدند. اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گویی شرف گم شده را باز خریدند. با زور ریاکاری و دزدی و تقلب، بر قامت دین جامه تزویر بریدند. موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی، این کوردلان دشمن شادی و امیدند. کوته نظران قاصد دوران توحش، بر سقف جهان تار خرافات دنیدند. جز مفتخوری مردخوری نوحه سرایی، مردم هنری دیگری از شیخ ندیدند.